شده. دیگه سوال خوردن گوشت اسب و گوشت خرگوش. گوشت اسب و گوشت خرگوش گفتی هر دوش حلال هستند. فقط در گوشت اسب کراهیت هست به خاطر که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در باب همو حیوان ها جدا کردگی در گوشت اسب در حلال نیاورده است. فقط شارح های کتاب میگن که 3 روز پیش از وفاتش حضرت امام اعظم باید فتوا به حلالیش داد. 3 روز پیش از وفاتش باید گفت که حلاله بخورید. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. یکی از بزرگان سببش میگن به خاطر که اسب خودش ابزار جنگی ایوخی. مثلا در زمان پیش تانکا نبود، پولیمیات نبود اخی. همو اسب بود. در اسب مثلا تیراندازا میشتن میرفتن، اسب خطی نیزه داشت، تیر داشت، می جنگیدن، بر دشمن غلبه میکردن. اسب بگیم که یک برانی تکنیکا بود اخی. اگر که میگفت بکشین بخورین فتوا میداد، همش میکشتن میخوردن، هیچ نمیموند دیگه. و همین خاطر میگه امورا 3 روز پیش از وفاتش بعد فتوا به حلالیش داد. یکی آدمایی که شیخا هستن و مثلا آدمایی به تقوا هستن ما نخرانش بهتر. دیگر همین که دیگر حیوانات نخشار میکنن به سبب نخشار حلال هستن، اصل نخشار نمیکنن. همون مثلا لجون که همون آهن در دهنش که هستن را میخویه، همون حسابی نخشار ده میشوه. خب خرگوش حلاله. در خرگوش یگون شک شبهه نیسته. بعضی ها مثلا یگون چیزی میگن که گویا عیش میبینه فلان پکن، یا گپای معتبر نیستن. خرگوش زرگوش هر دوش حلال هستند. خب سیم سوال در رکعت آخری نماز میشینی که فرضه فراموشن. بله. قاعده اخیر اگر به شرطی که قاعده اخیر کرد و تحیات خونده یکی به فراموشی خیست. میگه قاعده مولم یست شد. باید که مثلا خیز که باید شد بشینه. روز شد باید شد بشینه. رکوع کرد که باید زد بشینه. تو سجده کردن بایدش بزنه میشینه، سجده سوقتی نمازه بود میکنه. اگر به شرطی که 5 رکعت سجده کرده بعد بایدش زد. در این صورت یک تا دیگه باید زم کنه، 6 تا شوه. بعد سجده سو میکنه، 4 تاش فرض میشه و 2 تاش نفل. نمازش درست میشه، صحیح میشه. اگر قاعده اخیر نکرده باشه، التحیات نخونده و 4 تا خونده، التحیات نخونده قاعده اخیر نکرده خیست. این صورت هم همی خیلی قاعده مولم یست شد. با تو سجده کردن میشینه و سجده سوقتی نماز بود میکنه. اگر 5 رکعت سجده کرد نماز اتوماتیک نفل میشه. 6 رکعتش زم کنه اگر خوبه. سجده سوقتی نماز تمام میشه و نماز نفل میشه. نماز فرض بعد ایسر نو میخونه. برای که اینجا ترک فرض شده است. قاعده اخیر فرض ترک فرض شده است. و ترک فرض نماز چی است؟ اعادهش فرض است. و ترک واجب و تغییر واجب سجده سهو واجب میشه. اما با ترک سنت سجده سهو واجب نمیشه. در نماز چند واجب و چند سنت ترک شده سجده سوقتی درست میشه؟ چخیلی کنن؟ مثلا در نماز چند تا واجبات ترک میکنن و هم سجده سهو درست؟ یک سجده سهو کفایش میکنن. در چند کی واجبات ترک کردن؟ مثال این از زمسوره واجبه نکردش، فراموش کرد. در رکعت مثال قاعده ولی واجبه نکردش، فراموش کرد. بیادشون زد اخیر در یک سجده سهو همش کفایه میکنه. که رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت از 120,000 صحابه همگی بعد از پیغمبر 16,000 شما. همه دیگه گردی دنیا برآمد رفت. همش گردی دنیا در تمام کره زمین پنشن. غریب مسافر شد در آنجا جان دادن دیگه به مدینه نرفتن. از 120,000 فقط 16,000 دیگه هم برآمد رفتن. خدمتی کمه.
در خدمت زیوده. در یک قومایی رفتن که تماما از دین و این آگاه نبودن، او را دعوت کردن، کاری آسان نیست. او را فقط دعوتی به زبان نداشتن، روز شب تا به روز نماز میخوندن، تهجد میخوندن، گریه میکردن، دعا میکردن که هدایتشون کنن، بعد روز میرفتن دعوت میکردن. خدمت عرب، خدمت فارسا همین قدر محدثا وزی گفتیم که مفسرایی که از همین مردم فارسا را حتی که حدیث داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت سلمان گفت اگر علم در سوره باشه از پشت همین نفرایی میبره که هم علم چیکار میکنه. بعضی در علم اومده، بعضی در ایمان اومده است. لا کان علم عند سوریا لنالهم رجال من ابناء الفرس، همین فرزندای فرس اون رو میگیرن. یعنی همین قدر محدثا و مفسرا و فقیها از فارس زیاد در دنیا شیدن، خدمت کردن، علم پهن کردن که دیگر مردم ها نبود. اما سه میشینه که ترکا را گفتی. ترکای عثمانی مدت 625 سال در دین خدمت کردن. 625 سال بعد خلافت امویه، دوره خلافت عباسیه شید. امویه تمام کردن، خلافت عباسیه تمام شد، عباسیه خودشون خلافت به عثمانی سپردن. خلیفه یکمشون همون عثمان بوده، عثمان ابن طغرل. همین خلافت عثمانی 625 سال کره زمین به اسلام بدین خدمت کردن. سخت‌ترین بگیم قسطنطنیه، کنستانتینوپل، ویزانتیا، همون جایی که نصرانیت دینی بود، رفتن در همونجا اسلامبول نامش موندن. اسلامبول معنی شهر اسلام، استانبول میگن که اصلش اسلامبوله. در همونجا حضرت ابوایوبی انصاری در همونجا شهید شدگی هستید. 600 سال زیادتر یا خدمت کردن. قسمت‌های اروپا را نه توجی گرفته نه عرب. دانیا و بلژیا و سوئیسیا و نروژیا و گرمانیا و شاتلندیا و ایسلندیا و ایرلندیا، تمام قسمت‌های همین اروپا رو ترکا رفته مسلمان کردگی. این همین روز هم کسی میره در همونجا چی مسجدی هست مسجد رو ترکا کردگی. یعنی خدمت خیلی زیاد کردگی. هر که در دم اخیر بعد همین خیلی شد که مثل همین بین مسلمانو با تفریقه انداختن. مثل ترکا را با فارسو زید کردن، فارسو را با ترکا زید کردن، او زینبی فارسو را با عربو زید کردن، کاری کردن، همه را زید کردن. همین تفریقه کشید دیگه، همش میده قوتش شیدن میگیرن. اگر همش خدمت کردگیان، عرب هم، فارس هم، ترک هم، همش خدمت کردگیان. این همی دوره نکه دهم خلیفه عثمانیا سلطان سلیمان قانونی بود. سلطان سلیمان قانونی چنان عدل انصافی داشت که ولی یهودیو کینوش کردگیان، گویا که 10 تا 15 تا 20 تا زنکوی سرلیچ برهنا و مثلا در پیش موزیکا و رقص بازی همه به خدا قسم تهمت در حق اموال و همش اولیای خدا بودن. او اگر او خیلی زنکباز و ویران و فاسق فاجر میشنن 600 سال دوام میکرد دولت. حکومت سویتی همی قدر ابرقدره داد، 15 ریسپوبلیکا داشت، 70 سال دوام کرد. 60 سال دوام کرد، 10 سال دیگه هوایی رفته بود. 100 سال هم دوام نکرد. او وقتی که بیره بوشن 600 سال دوام میکنه، تهمت بینده. و در همون اخیر سلطان سلیمان قانونی دهم بوده کرد. تا اخیران روز حیات شد در راه اسلام خدمت میکنه. بعد گذشته شدن شکل دنیا گذشته میشه، بعد یک صندوق کلون و وصیت میکنه که همین در برم ختم گور کنیم. در روز زمان قاضی القضات دولت عثمانی ابو سعود بود، مفسر بود، خیلی عالم کلام بود، مجتهد بود، بزرگ بود. و حضرت فتوا میده که ممکن نیست، میگه برای ختم مرده یگان چیزی قیمت بها را گور کردن ممکن نیست. در قبر ببینی حتی دهن هم لحد خشتی پخته نمیمونن، چوب نمیمونن، آهن نمیمونن. برای چی؟ میگه خشتی پخته و چوب هم برای آدم زنده در کره، مرده در کور نیست. برای خشتی خواه میمونن یا یگان مثلا چی میمونن، چیز دیگر میمونن. این وصیت کرده که صندوق قتیم گور کنید. بعد سلطان سلیم شد. بعدا ابو سعود فرمان داد که صندوق قبول کنیم، ببینید ما ببینیم که در صندوق چی هست، ببینیم اگر یگان چیز قیمتناک باشه ممکن نیستی
اگر چند پادشاه حکم کرده باشد صندوق میکند، همین صندوق کلان از همین تحت و دو تپ همه فتوای مفتی های همش فتوای علما هم تا کلولا کردگی موندگی. یعنی در دوام همین عمر خلافتش هر عملی که کرده به سلطان سلیمان قانونی همش به فتوای علما بود، همش عملی کردگیش به فتوای علما بود، موافق قرآن و حدیث بود. بعد میگه ابو سعود همون بالای صندوق نگاه کرد، بالای یک فتوا دید، یک خط اخیرون بعد همون را گرفت خون که فتوای خودی همین قاضی ابو سعود. بعد در همونجا نوشتگیه که از جانب سلطان سلیمان قانونی خادم اسلام و مسلمین، همین گپه اولی عربا میگن خادم حرمین شرفین، این گپ اول ایوا ماندگیه، خادم اسلام و مسلمین، خادم حرمین شریفین، هم مکه و هم مدینه. سلطان سلیمان قانونی از جناب مفتی سوال دارم، سوال شبد نوشتگیه که در همون بستانسرای سلطان سلیمان یک نمود جاندار مورچه پیدا شده که بعضی گلا قاق شدن، بعضی درختار خوردن قاق کردن. از اروپا یک نمود دارو مواد آوردن که از همون میچوشی همه جو که جاندار میکشن نابود میکنه. آیا دین مبین اسلام شریعت اجازت میده که از همون دارو ما استفاده کنم؟ انا بی کسی که در یک کشتن مورچه از مفتی رفته فتوا میپرسه، او همتری بیرهگی داشته 20-30 زنک که همتری مثلا که نیم برهنه بوده در پیش رقص میکردن، موسیقی میکردن، تهمت هم بی تهمت خشقالی در حق بزرگوی خدا. مورچه را کشتنش ده مفتی میره فتوا میپرسه. بعد از جوابش ابو سعید فتوا نوشته است که اگر زمین شخصی خودت باشه، ملک خودت باشه، حق داری استفاده کنی یگان دوری که جو که جاندار بگریزه برای در ملک تو ضرر نته، اما غیر زمینت در کوه و دشت میشه حق نداری یگان جانداری تایی بکشی. او هم حق زندگی کردن دارن در بالای زمین خدا، آسمان خدا، هوای خدا، هم رستنی و خلق کرده خدا، آوی خدا، اکسیژن خدا، او هم حق زندگی کردن دارن، حق نداری او را بکشی نیست نابود کنی. همین مکتوب بعد فتوای خودش بعد میگه خون خیلی بعد گریه کرده، بعد میگه اشاره به سوی سلطان سلیمان کرد که تو به سبب یا نجات یافتی، تو در نزد خدا میگویی من با فتوای علما عمل کردم نجات یافتی، اما وای بر حال ما که چی جواب میتیم، وای بر حال ما. این